کاری کنی شوهراتان دوست داره، کاری کنی شوهراتان احترام شو بجا بده. از در که در آمد پیش شوهر رسول، شوهر که صدا کرد در جوابش حتما کلمه لبی یا کلمه جان شیرین استفاده برد. این هر گفتن یا نگفتن آداب زن مسلمان نیست. حضرت عایشه مادر ما میگه پیغمبر خدا هر باره که ما رو صدا میکرد یا ما او رو صدا میکردیم در جواب کلمه لبی میشیم. این خیلی بی‌آداب است که وقتی که زن در جواب شوهر ها بگوید یا نگوید. اما خیلی خیلی در این بابا احتیاط باش. هر قدر تو خوش اخلاق باشی با آداب باشی شوهر تو رو دوست میکنه. اما وقتی که بی‌آداب باشی ناپسند باشی بدان که خودت رو جبر میکنی، خودت به احترام میکنی، شاید زندگی تا ویران شود. خدا این روز به شما مشابهت کرد. از این سبب بعد شوهرت خسر خوشامد احترام کن، خسر خوشامد دوست دار، همچون پدر و مادر. در حقیقت برای شما خسر خوشامد پدر و مادر اکی میشه. شما دو پدر داره، یکی پدری خودتان، یکی پدری شوهرتان. هر دو برای یکی مادر خودتان، یکی مادر شوهرتان. مثل یکی پدر و مادر خودتان دوست میداره، اینا را احترام اینا را دوست داره. رسول اکرم میگه من لم یوقر کبیرنا فلیس. هر جوانی که کلانسانهای ما را حرمت نکنه و باز هم میگن زیبایی شما زنها در پریچاسکی کوتاه کردن و در قاشچینی و در کرسکی کنی نیست. زیبایی زن در آدابش است، در اخلاق خوبش است، در کیوانگیش است، در احترام شوهر به جا آوردنش است. حتی شکسپیر گفته است که آنچه از زن قلب ما را تسخیر میکند این آداب و خوشرفتاری اوست، نه زیبایی. وقتی که برای اون مسیحی زیبایی زن به کار نمیرد، برای ما مسلمانان هم چنین. این بر همیشه خوش اخلاق، همیشه برای شوهرت خود آرایش دادن برای زنها رخصت است، در حدود شریعت برای شوهرت است. خداوند نگهتان دارد. وقتی شیرین فرزندای خوب نصیبتان کنه و در این خانمیستی که امروز وجه جلال توی عروسی شما را برگزار نموده است، با نصیب کنه توی فرزندایی که از شما میشن توی ختنه و توی عروسیشان برپا کنه. ربنا هب لنا ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. مبارک شو حاجی، مبارک شو یا شما همتان. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
پیغمبر خدا میگه من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کسی رمضان به پاکی روزه گیره، شبهاش قیام لیل تراویح خوانه، خدا گناهاش میگذره. مادرای قیامتی والله سفر سخت در پیش داره، خیلی مسئولیتی وزنین در پیش داره. والله همون خدایی که بار اول زنده من کرد باز نمیرانه، دویم باره برای پرسیدن و جواب گرفتن زنده میکنه. برای اون روز تیاری بینه، نمازاتان خانه، میلش کار کنه، از لباسای اسلامی، از حجاب اسلامی رعایت کنه، مغرور این رنگ و بار دنیا نشوه. والله مرگ آمد همش بکار نمیره. خدا خواهد مرزالی را امشب دختر کاش 2 رکعتی نماز خانه خاره قیامتی، بعد از گفتن 2 رکعت نماز خانه سوره کلیه را 1 بار سوره قل هو الله ثواب شه به روح مرزالی هدیه کنه. خدایا امشب خیلی شب سخت است. الان مرزالی به همسایه های روپرو مشکون ها را دیدگی نیست. الان خانه امریکی او خانه را ندیده بود، خیلی براش دهشت است. 2 رکعت نماز خانه ثواب شه بخشه، والله روحش از شما خرسه. از این گریه فایده نیست، خدا عذاب میکشه، اما اون ناراحت میشه از گریه شما. رسول اکرم در المیت یعذب بما نیح علیه، خدا میت در قبر عذاب میکنه به گریه های بی محل. میلش آبی دیده ریزه، ملایم گریه کنه، اما صدای بلند نکنه. خیره قیامتی این دوستی است من برای شما میگم. انشاءالله روحش از شما خرسان میشه. این شب 2 رکعت نماز خانه. من رمضان مبارک قریب که نیست شدی استاده به پاکی گیره. خدا خواه فردا برای شما حیاتی که آخرش گریه نداره جنت های، حیاتی که آخرش بیماری نداره جنت های، حیاتی که آخرش مرگ نداره جنت های، حیاتی که آخرش کمبغلی نداره جنت های. این دنیا حال تا معلوم است چیست. میخوای حیاتی با راحت، میخوای حیاتی همیشگی، میخوای حیاتی جاویدانی، میخوای حیاتی خوشنودی خدا، بندگی خدا کنه، هم کاری دنیا کنه، هم عبادت خدا کنه. رسول اکرم گفتن ولا نصیفها علی رأسها خیر من الدنیا و ما فیها. یک روی مالی که خدا برای زنهای مؤمنه در جنت آماده کرده، اگر امروز باشه در اکسیان انگلیس ها بیارد، همه دنیا را تریلیاردهاش قیمت یک روی مالی او نداره. وای برای شماست خواهرای عزیز، ما در قیامتی وقتی که بندگی خدا کنه و از به حیای حقتان نگه داره. رسول اکرم میگه هر عیال 5 وقت نماز خانه، رمضان مبارک روزش گیر شوهرش احترام کنه، از کدام داره که خواه جنت میدره. خدا همت نگه داره. خواهرای قیامتی صبر جمیل و بیماراتان شفاتی و به توفیقاتان توفیق دیو، مسافراتان در مسافرتان نگه دارو. ماه مبارک رمضان سبب خلاصی همین ما و شما از آتش دوزخ کردن. ماه رمضان سبب در آمدن بهشت جاویدان کنه. رمضان مرزالی خدا صبر جمیل دختر کاش. کسی یک روز رمضان به سبب به عذر اگر خورد یک روز، وای به حال کسانی که تا امروز روزه نداشتیان، وای به حال پهلوانانی که رمضان مبارک می‌دارند و پروا ندارند که این ماه چه ماه است. غفلت اونها را فرا گرفته است. دلهاشان زنگ زده است، در او دل نور ایمان نیست، در آن دل صحبت خدا و رسول تأثیر ندارد، در آن دل امیدی به مغفرت و به پیشگاه خدا رسیدن نیست. به سبب روزشان میخورند، پروا ندارند. رسول اکرم چه گفتند؟ روز پشیمان شوند و بازگشتی به سوی خدا کنند. روز بعد از منصب رفتن، بعد از اینکه ایام جوانیشان سپری شد و به 70 و 80 رسیدن، ترس مرگ، ترس خدا،
ترسی داخل قبر براشان پیدا شد، یکی او زنگ دلهاشان تازه شد، یک نور از نور ایمان در قلبشان روشنایی داد. یکی واهمه زیرشان که مردن هست، پیشگاه خدا رفتن هست، جواب دادن هست. یک تکان میخورن و بیدار میشوند از خواب، ثانی روزه قضایی گیری رو سر میکنن، قضایی میدارن. حضرت چه گفتن؟ اگر تمام عمرشان روزه قضایی دارند، ثواب یک روز رمضان هم گرفته نمیتونند. آره فرض از گردنش ساقط میشه اگر قضایی دارند، اما ثواب یک روز رمضان که خداوند گفته است الصوم لی و انا اجزی به، من پاداش میدم، این ثواب به دست گرفته، به دست آورده نمیتونند. نه بچه های عزیز، به پاکی روزه دارید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. قومای عزیز، خداوند از این آفتی که بالاتان آمده همتان نگه داره، اجر و پاداشی بزرگ نصیبتان کنه. انشاءالله خداوند هر چیزی که بالای بنده میبیاره او یک امتحان است، سبب کثافتی گناه بدبختای، اما چه علاج ما و شما هم مبتلا شدیم. لیکن انشاءالله صبر کنه، خداوند این مصیبت باز بالاتان دور میکنه. گویا کلمه حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. خداوند به حق اسماء حسنات که تو خود خلاص کننده بنده هات هستی، قومای ما را و مردم مسلمان آنجا را از این سیلاب نگه دار، خانه هاشان با تینش کن، به خانه هاشان سلامت بازگردن. از این بیماری که امروز جامعه جهانی را مبتلا کرده از سبب کثافتی گناه های این بدبختا، خدایا همه امت اسلام خصوصا مردم ما را، مردم خیش تبارک که در قزاقستان خواه قزاق خواد مسجای خادگاه، خدایا همش نگه دار پروردگار، همشان به تو امانت بسپاریم، نگهشان دار. سلامت باشه قومای عزیز، انشاءالله صبر کنه، خدا همش از شما دور میکنه. آمین یا رب العالمین.